این وطندار آب ما باید کمی ولرم باشه. خب آب که ولرم نباشه خمیر پف نمیکنه، خمیر نمیرسه. آب ولرم باشه، داغم نباشه، سردم نباشه، ولرم، نه گرم باشه نه یخ باشه. من نصف خمیر مایه، نصف پاکت انداخته، زیاد ننداز. این خمیر مایه که ضرر داره. این خمیر مایه حاضری که ما شما میخریم از دکان، اینالی قدا ببیله خمیر مایه یک گت میکنی، یک 15 دقیقه میمانی خدا بگیره. یا وطن دار نمک یادت نره، نمک مهم، خیلی کم، زیاد نه. من نشان بدم نوک قاشق غذاخوری نمک بس شد. نوک قاشق اینم نمکی که گت کردیم اینالی آرد اضافه میکنیم. سعی که تو که چی رقم یک نان آسان جور میکنیم، اون که نان وطنی دیگه دلکش. این کم کم آرد اضافه میکنیم. زایی تو هوا یخ شده که پرسان نکن. این -4 -5 هوا خیلی یخ شده ای روزا. دیگه آرد در 3 مرحله 4 مرحله اضافه میکنید، یک دم اضافه نمیکنید بشه. حواستون باشه. دیگه کار دسته دیگه قد قاشق نمیشه. اینجوری قد دست باید اینطور خوب ورز بدیم، اینطور خوب خمیر جور کنیم. بان یک چند ساعت 4-5 ساعت استراحت کنه که برسه. وطندار گلی خمیر که هست نه روغن میخواد، نه بلا دیگه. یک نمی خمیر مایه که اگه خمیر مایه خانگی خودتون جور کنی خیلی خوبه. اگه نه رقم از من هزی پاکت هایشان بگیریم میشه همین حاضری دیگه. چی کنیم دیگه داد خلاصه دیگه. همین گفتم خمیر مایه، آب، نمک، آب، خلاص دیگه هیچی نمیخواد دیگه. اینم قد هست زحمت زیاد داره. خب این همی تو موش زده باید برید. هرچقدر خوبش کلت کنی یک نان بهتر بافت خوب نرم مزدار نه. نانای وطن که بود زحمت زیاد داشت. همینطور خمیر ما حاضر شد. این تو یک خمیر باید جور شد. میبینی یک 15 دقیقه که این خمیر ما موش زدم این تو یک خمیر جور شد. خب این حال این خمیر را من یک کم شد
در این قاب میمونه در دو قاب میذارم که این کف میکنه نه سر میکنه. وطندار در از این قابا رو میمانیم که در یک گوشه اتاق میمانیم در جای یخ نه، جایی که گرم باشه که خمیر خوب برسه دیگه. اینطور کمپل پیشش کنین در لای کمپل یا رقم از من لای پارچم میشه. چهار ساعت گذشته خمیر ما کامل پف کرده. میبینی ما در دو قاب جدا کرده بودم، میفهمیم که زیاد میشه سر میکنه. اینالی بعد از 4 ساعت دیگه وقت شده که نان درست کنیم. وطندارای گل کف پتنوس از ما یک کمک آرد میپاشیم که خمیر وقتی پخته شد نچسبه در پتنوس. بسم الله الرحمن الرحیم. این تو یک زغال از این بغل از این میگیریم. تو قدس کو زغاله میکنیمش. من این سنگ قبلا هم شسته بودم، بازم مگم خوب تمیزش کنم براتون سر سنگ نشان میدم. این نانای وطنی جور کنیم بخیر. دوستان مگن یادتان نره کانال من سابسکرایب کنین، یعنی برادر خودتان حمایت کنین. خیلی از شما تشکر میکنم عزیزان قند. این تو کف میز یکم خوب تمیزش کردیم، کف میز تر میکنم. خب اینطور بازش میکنیم نان ها. این حالی یه در پتنوس باد بانیم اینطور کشی کنیم. بعد چاقو یا پنجه اینطور خط میدیم میره. فر ما را از 15 دقیقه قبل حاضر کرده بودیم، چالان کرده بودیم. فر ما آماده است، روشن، گرمه، خوب گرم شده فر. اینا رو میمونیم برای 20 دقیقه تا پخته شد. خوب و بد نیست دیگه.
نسبتا به این فر از ما میشه. وطندارای عزیز، نان وطنی خانگی ما پخته شد. همانطور که میبینید خیلی هم نرم آمده هم ترد آمده، خیلی خوبش آمده، بسیار عالی. میبینید دوستان، این ماشاءالله. امیدوارم که از این ویدیوی ما خوشتان آمده باشه که ما بتونم در آینده از این که بهترش ویدیوهای خوبتر جور کنم برای شما. کانال من سابسکرایب یادتون نره وطندارای عزیز گل.